پیشوای ما قبول نکرده. پیشوای ما موقعش معینه برای تاجیکو جان شده است در سرنی از ازبکستان قبولشون کرده. اما پیشوای ما برای تاجیکو جان شده است. پیشوات رحمانوف پیشوات پیامبر نیست، درست؟ پیشوای ما رحمانوف پیشوای دینی پیامبر است. پیشوای دنیوی رحمانوف است. یکی پیشوای دنیوی بگه که محمد گوش نکنی، او یا عرب یا چوپان بود در کور نیست، بچ کمکنی. و هیچ وقتی گپ نمیگه چون که خودش شهادتی داد که فرزند مسلمان است. گفت که اونایی که حجاب بپوشن گمراه گشتن، گفت که هر یک چیز مخالف دینی بزنه که تو بحث کنه. نه محمد بود در اون کار میکنه، اگر روزا بگیرن ای بالا در ته میزنن میبرن. یا دروغ راست کنی که مولا حسین چینو داره موسازاده یا مولا چاپلوسی خوجندی چینو داره حسین موسازاده خوجندی گفت همه گپای تو ایروی قرآنن. بعد چی میگوده مثلا؟ با کدوم گپ جاری قرآن زد درست میگه؟ پیشوای ملت 15 سال قرآن خوندگیه. 15 سال 15 سال دین اسلام خوندگیه. 15 سال قرآن نوشتگی دست که در پیش راه بگذاری مناره مسجد باشه، ای مناره مسجد بگی چپک در قرآن طریق بله. وقتی روز تو روز پندیده است چی خیلی ایتری دم شده است چیگه باشه تا برای یک نفر افتخاره که 5 رکن اسلام به جا بیاره. محترم پیشوا رحمانوف منکر 5 رکن رحمانوف منکر کلمه شهادت رحمانوف منکر کلمه شهادت رحمانوف منکر نماز برای نماز نمیخونه خلاص وقتش یگان وقت به ایمان رحمانوف منکر روزه های منکر زکات منکر حج رحمانوف منکر 5 رکن اسلام پیشوا روزه را انکار کرد. گفت که داوود زردالو گفت چی پخترش گفت چه روزه میگیری؟ امی بابیای ویدیوی ما رو در گوش که در کلخوز کار میکردن 18 ساعت در هفته روزه میگرفتن نمیمردن، کار میکردن، علف دروی میکردن، گوچرونی میکردن، هیچ که نمرده. چی او فتوا میروره؟ تو میگی که قرآن خونده. آدم نفر قرآن خون هیچ وقت فتوا پیش خودش نمیبره. مردم با گمراهی نمیبره. شما اسلام چی خاص سخت گرفتید؟ اسلام اصولی هم میخواد. اسلام میگم اسلام اسلام طالبانه خیلی مردم از سنسور خیلی چی میگه من با درای اسلام میبرم. اینا مرا بکشن درای اسلام. الله سلامت باشه. اكيد ما قطعی خدم کم طرف طالبان قبول داری؟ سلامت باشه. خودمون هم چی سنسور میکنی؟ نه چما میگم من برای اسلام هر کسی که این کار میکنه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الله هم برای او جان نمیمونه که دلما من بزنه تیمی گفت قطعی چوا یکن سوال چوا تو ایتاری پندیده است خیلی کسایی چی میخرید اقبال بی مردم مهاجر را تماشا داره میبینن رنگ یک کلبسه رنگ یک کلابوکی تو چی میخری خلاص قبول بالاش ده تو در آیاتی و ما خلقنا الانسان فی احسن تقویم باور نداری؟ تو در احسن تقویم نمیدروی مرا الله خلق نده تو در احسن تقویم نمیدروی خداوند احسن تقویم آفریده است ولی با گفته است در آیات دیگه است که هم کل انعام بل هم اضل اونها به مانند چهارپایانن بلکه از چهارپایان هم بدترن تو در هم کل انعام داخل میشه تو در او احسن تقویم داخل نمیشه تو یک آیت ایمان داری و آیات دیگه هم هست که هم کل انعام گفته است و اونها به مانند چهارپایان بلکه از چهارپایان تو را به مانند همون انعامی تو خیلی به مانند او احسن تقویم فکر نکن احسن تقویم فرق داره